بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان، سپاسگزارم از تشریف فرماییتان و از گرم کردن محفل ما و از اشتیاقتون برای دنبال کردن مطالبی که در پی داریم و دو بخش اون رو هم در جلسات قبل با هم آزمودیم. خب اولین بیت منظومه جرس جنبانان این است که بشنو این دل چون حکایت می کند از تباهی ها شکایت می کند. شکایت از تباهی هاست، یعنی از ویرانی ها، از فساد ها، از فرو پاشیدگی ها و از نابسامانی ها و کجی ها. و تمام این کتاب انشالله به توفیق الهی در خدمت عزیزان اون رو بخوانیم در بیان همین معناست و البته در بیان عزم و اهتمام اصلاحگران و جرس جنبانان و کسانی که به این امر مهم اهتمام ورزیدن در عالم اسلام و علل خصوص در ایران قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی. انشالله همه اینها رو پوشش خواهیم داد. نوبت گذشته من مقدمه بلندی رو عرض کردم، اون هم مقدمه ناتمامی که امروز به عون الله تعالی اون رو به پایان خواهم برد، در باب تباهی و در باب انحطاط و اینکه مدت طولانی است که ایرانیان به این فکر افتادند که اولا ما دچار انحطاط شدیم و ثانیاً این انحطاط رو باید به شیوهی دفع و رفع کنیم. پیشنهادهای بسیار داده شده، تئوری‌های بسیار در میان آمده و تئوریسین‌های بسیار آمده‌اند و نام بسیاری از آنها هم در این کتاب آمده است. نوبت گذشته قدری در باب همین قصه انحطاط سخن گفتم و اینکه اساساً ما اون رو به چه معنا باید به کار ببریم. اینکه گفته شده است که فی المثل مسلمانان عقب افتاده اند، این عقب افتادگی چه مدلولاتی، چه مقتضیاتی و چه پیش‌فرض‌هایی داره. یادآوری می‌کنم که سخن اصلی من نوبت گذشته این بود که پشت سر مفهوم انحطاط و پیشرفت و عقب افتادگی یک فلسفه تاریخ، یک تئوری خوابیده است که این تئوری رو اگر بپذیریم آنگاه عقب افتادگی معنایی پیدا میکنه و اگر هم نپذیریم البته معنای دیگری. گفتم که میراث هگلی ها این بود که تاریخ یک متحرکی است که گویا که اراده‌ای دارد و تدبیری دارد و مسیری دارد و مقصدی دارد و گویا هم نه، واقعاً چنین هگل می اندیشید و چنین تعلیم داد و شاگردان او هم که بزرگترینشون جناب مارکس بود این تعلیم رو، این آموزه رو از او گرفتند. اما به قول خودشون هگل ایدئالیست بود، یعنی معتقد بود که ایده در جهان روان است و ماده رو به دنبال خودش میکشاند. مارکس گفت که نخیر، ماده در جهان روان است و غرض او هم از ماده یعنی شرایط مادی و بالاخص شرایط اقتصادی آن است که محرک تاریخ است. این مفهوم محرک تاریخ اصلا تعلق به همون مکتب داره، یعنی گویی که یک قطاری است، یک قافله است که قافله سالاری دارد، محرکی دارد و مسیر و مقصدی دارد و این محرک، این متحرک آدمیان رو به کار میگیرد و به سوی مقاصد خود میکشاند و از تعبیرات خود هگل است که قهرمانان کارگزاران تاریخند، یعنی تاریخ میخواهد به جایی برسد قهرمانی مثل ناپلئون رو مثلا یا پیامبران رو یا دانشمندان رو به کار میگیره و آنها رو به سوی مقصد خودش میکشاند. این پیشفرض خیلی مهم است
بسیار مهم است، به طوری که شما اگر این رو فراموش کنید یا کنار بگذارید، اونگاه تمام مفهوم انحطاط و عقب افتادگی و پیشرفت اینها معناشون عوض خواهد شد و داوری ما درباره اونها فرق خواهد کرد. یکی از مدلولات عقب افتادگی و پیشرفت یا همین the idea of progress که دفعه قبل بحث کردیم این است که تاریخ یک مسیر واحد بیشتر ندارد. یه جاده کشیده است که همه اقوام و ملل از همین جاده عبور میکنن. معبر تاریخ معبر یگانه و یکتایی است و مثال زدم که گویی اتوبوس‌هایی، ماشین‌هایی در این جاده در حال حرکتند. بعضی‌ها جلوترن، بعضی‌ها عقب‌ترن، بعضی‌ها با سرعت بیشتر میرن، بعضی‌ها با سرعت کمتر میرن و اونهایی که با سرعت کمتر میرن اونها میکوشند تا خودشون رو به اون ماشین‌های جلویی برسانن. خب باید تدبیری بکنن، باید بیاندیشن که چرا عقب افتاده‌اند. ماشینشون خوب کار نمیکنه، بنزین ندارن، رانندگیشون درست نیست، بالاخره عیب از یه چیزی است. دیر شروع کردن به حرکت، اونا قبلا راه افتاده بودن، اینا مدت‌ها نشستن و منتظر ماندند و تنبلی و کاهلی کردند و حرکت کردند. اینا همون مثالی است که کاملا میتونه ما رو به شرایطمون آگاهی ببخشه. یعنی تصور این از همه جوامع باید از این جاده عبور کنن. یک جاده بیشتر وجود نداره. بعضیا جلو زدن و ما عقب موندیم. این عقب ماندگی نامش انحطاط است. عرض کردم اگر شما فرض کنید و فکر کنید که تاریخ چند تا جاده داره، اون وقت مفهوم عقب ماندگی چندان دیگه در خور نیست و هر ماشینی تو جاده خودش میره و نمیشه گفت از اون دیگری جلوتره یا عقبتره یا سرعتشو بیشتر کنه یا کمتر بکنه. اصلا قیاس اینها با هم دیگه میسر نیست. این معنا که تاریخ یک جاده داره و تنها جاده او جاده است که اروپاییان پیمودند، یعنی به اینجا رسیدن، بقیه اقوام هم همین جاده رو باید بپیمایند و خواهند پیمود، خیلی تئوری مهیب کلانی است، اما بر اذهان کاملا سایه افکنده است. یعنی کمتر کسی است که جور دیگری در این زمینه فکر کنه. اون نوبت هم یادآوری کردم خدمت عزیزان که ما در میان خودمون قبل از انقلاب و علل خصوص بعد از انقلاب یه مفهومی رایج شد به نام غرب زدگی و اینکه جامعه ما غرب زده است. نه فقط جامعه ما، همه جوامع غیر غربی غرب زده اند. یعنی در این جاده‌ای که متحرکی به نام تاریخ داره حرکت میکنه، همه رو به دنبال خودش داره میکشاند، خواه ناخواه، و لذا همه در همین جاده خواهند رفت و تمام عوارض اون ماشین های جلویی را میگیرن و این خیلی مهمه. یعنی اون ماشینی که جلوتر میره خب جلوتر میره اما دود میکنه. این دودش به این پشت سری هم میخوره. نه تنها توی همون جاده حرکت میکنن بلکه از آفات حرکت اون ماشین پیشرو هم برخوردار میشن، متضرر میشن، در حالی که اونی که پیشتر از همه حرکت میکنه این آفت رو دست کم ندارد. البته در میان ما این غرب زدگی از ابتدا به نظر میاد که تئوریست راجع به تاریخ، بعداً بدل شد بگه فحش و هر کسی رو که میخواستن یه جوری طردش کنن و از قافله بیرون بیندازن، این اصطلاح رو، این انگ رو بارش میکردن و او رو از دور خارج میکردن. این غرب زدگی یک مدلول خیلی خطرناک دیگری هم که داشت این بود که در واقع میگفت غرب شر مطلق است و از این شر مطلق گزینش نمیتوان کرد. خیلی مسئله مهمی بود این و من کاملا به خاطر دارم که یکی از نزاعهایی که بنده با اون طرفداران اون نظریه داشتم درست بر سر همین بود و به اونها میگفتم که شما با قساوت تمام ما رو از گزینش محروم میکنید.
یعنی هیچ چیزی که مال غربه نباید برگرفت، همش آلوده است. مثل اینکه شما فکر کنید که یه استخریست، همش نجاسته، همش فضولاته، هیچ چیزی رو از این نباید بردارید، هیچ چیز پاکی تمیزی به دردخوری اینجا وجود نداره. نکته مهم این بود که این حضرات کلمه غرب رو به کار می بردن ولی منظورشون مدرنیته بود. روشون نمیشد بگن ضدیت با مدرنیته، میگفتن ضدیت با غرب، اما اون چه که در ذهن اونها میگذشت ضدیت با جهان مدرن بود. در واقع اونا هم معتقد بودن و هستن که ما عقب مونده ایم، عقب افتاده ایم، به قافله تمدن نرسیدیم و برای ما هنوز اون پیشرفت لازم حاصل نشده است و به تعبیر یکی از نویسندگان ما به تعطیلی تاریخ رفتیم. ما مرخصی رفتیم، نشستیم و مرخصی و برای خودمون چای خوردیم و قلیون کشیدیم و نمیدونم گفتیم و شنیدیم، یه دفعه دیدیم دیگران راه افتادن و جلو زدن از ما و کجا رسیدن. ما از خواب بیدار شدیم و دیدیم که قافیه رو باختیم و از قافله عقب موندیم. حالا باید گاز بدیم که به اونا برسیم، نه تنها نمیرسیم، اونا هم نمیذارن بهشون برسیم و این جدال و کشمکش دو طرف ادامه داره. حالا چرا به اونا برسیم؟ برای اینکه وقتی یه شر مطلقی وجود داره اصلا ما چرا هوس کنیم که مثل اونا بشیم و چرا گزینش کنیم، چرا چیزی رو از اونها اقتباس کنیم؟ این اقتباس هم غلطه. دیدین دیگه تو ایران متاسفانه تا میگی فلان چیز میگن این غربیه، تا میگی این فلسفه میگن این غربیه، میگن که این اندیشه میگن غربیه و به این ترتیب راه رو میبندند بر کسانی که میخوان جور دیگه عمل کنن. من یادمه وقتی جناب آقای خاتمی بر سر کار بود، یکی از انتقادهای من به ایشون این بود، گفتم شما، چون ایشون قدری تحت تأثیر همین نظریات بود، برای ایشون گفتم شما به این سبب یک تذبذبی در فکر و عملتون پدید آمده، یک گام پیش میذاره یک گام پس، برای اینکه ترسوندن شما رو، نه فقط ایشان رو، همه رو ترسانده بودن از اینکه نزدیک بشن به مدرنیته و اقتباس و گزینش بکنن و این مفهوم شر مطلق بودن خیلی خیلی مهم بود. باری اینا یادآوری کردم که این نکات در مسئله غرب و غرب زدگی و پیشرفت و تمدن وجود داره. امروزه در دوران پست مدرن یه بحث خیلی خوبی مطرح شده. پست مدرن ها در واقع صحبت اصلیشون این است که در مدرنیته یک نوع انحصارگرایی موجود بود، شبیه همین که اکنون براتون گفتم. یعنی ما یک تاریخ داریم، یک پیشرفت داریم، یک مدرنیته داریم، دومی سومی ندارد و برای پیشرفت به همین راه باید بریم. مقصدمون هم همین نوع مدرنیته باید باشه که در مغرب زمین محقق شده اگر بتوانیم. ولی در دوران پست مدرن اساساً به همین دلیل نامش پست مدرنه، یعنی عبور کرده اند از مدرنیته و معتقدند که در مدرنیته یه نوع انحصارگرایی هایی وجود داره که باید از اونها هم عبور کرد. لذا این تعبیری که شاید شنیده باشید، میگن مدرنیتی نه مدرنیتیز، مدرنیته ها داریم نه یک مدرنیته. این خیلی مفهوم مهمی است. یا رشنالیتی نه رشنالیتیز، ما یه جور عقلانیت نداریم، عقلانیت ها داریم. همونطور که یه جور اخلاق نداریم، اخلاق ها داریم. این تکثر، این کثرت از آگاهی های بسیار نیکویی است که در دوران ما پدید آمده است که ای کاش این رو ما خوب دریابیم. من یادمه که بعضیا در ایران این بحث رو مطرح کردن، بعضیا هم در جوابشون گفتن نه ما هنوز مدرن نشده، میخوایم پست مدرن بشیم. همون مفهوم جاده واحد، یعنی ما از این جاده باید اول عبور کنیم. تمام بحث بر سر همین هستش که آیا اون فرض، اون پیش‌فرض معقول، قابل قبوله یا نه.
ارسال مسلم میکنن، یعنی یه چیزی که ظاهرا هیچ بحث نداره و جای گفتگو نیست و اونو باید قبول کنیم و دنبالش را بیفتیم. لذا در واقع من میخوام بگم که من موضعم مدرنیتی نیست، مدرنیتیزه. موضع من رشنالیتی نیست، رشنالیتیزه. یعنی در واقع این واقعیت هم داره، در جهان جدید این تحقق پیدا کرده است. شاید یک بار در بحث‌های مربوط به جهان معاصر و دینداری در جهان معاصر من این نکته رو ذکر کردم. فیلسوفی داشت آمریکا به نام ریچارد رورتی که عمرش رو داد به شما چند سال پیش و دار فانی رو وداع کرد. ایشون خب پست مدرن بود. یه جمله بسیار گویایی داشت، خیلی از سر حکمت و بصیرت ادا کرده بود. می گفت که در دوران ما قبل مدرن خدا بود. دوران ما قبل مدرن که هنوز سکولاریته غالب و حاکم نشده بود، یک محور وجود داشت که مرجعیت و اولویت تام و تمام داشت و اون خدای ادیان بود. در دوران مدرن، یعنی پس از انلایتنمنت، عقل خدا شد و واقعا این چنین بود که به نام عقل یا ریزن هر مرجع دیگری رو کنار گذاشتن. شما حتما این جمله کانت رو شنیدید دیگه که راجع به روشنگری یه مقاله مهمی نوشت کانت، برخلاف فیلسوفان دیگر این رو توی روزنامه چاپ کرد، ولی از اون موقع تا حالا این مقاله بسیار مورد رجوع قرار گرفته. در اون مقاله این اصطلاح لاتین رو به کار برد، ساپره آوده، یعنی جرأت دانستن داشته باش، جرأت دانستن داشته باش، به پای عقل خود بایست و خودت نظر کن، داوری کن و یاد بگیر. این در مقابل چی بود؟ در مقابل تکیه بر اتوریته ها کردن بود. به کسی نگاه نکن، از کسی نپرس که به تو بگوید خیر چیه، شر چیه، راست کدامه، دروغ کدامه. خودت با چشمان خودت و با عقل خودت دریاب. این شعار روشنگری بود، انلایتنمنت، شعار و آغاز دوران مدرن بود و اینکه عقل تبدیل به خدا شد. البته این خدا شدن عقل بعدها ریاکشن مربوط به خودش رو هم داشت، حالا قدری درباره‌اش سخن خواهم گفت. رورتی میگه در دوران پست مدرن ما هیچ خدایی نداریم، نه خدای ادیان دیگه هست و نه خدایی به نام عقل. خدای ادیان که بر اثر ورود سکولاریسم رفت به کنجی و زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم و عقل هم در هم شکست، یعنی خرد شد. یک دونه عقل باقی نماند، عقلها پدید آمد، عقلانیت ها پدید آمد و به دلیل ورود عقلانیت ها مدرنیته ها هم پدید آمد. همین که این رو ما بگیم، عرض کردم مفهوم انحطاط پاک عوض خواهد شد و دیگه ما به راحتی نمیتونیم قبول بکنیم که یه مفهوم واحد به نام پیشرفت وجود داره و تاریخ یک جاده واحد بیشتر نداره و همه از اون راه باید برن. بعضیا زودتر رفتن و جلوتر زدن و بعضیا عقب موندن و اینام که عقب موندن راهی ندارن جز این که به همون راه برون، یعنی دنبال اونا برن. اتفاقی است که البته امروز واقعا داره میفته، توجه ما هم نیست. یعنی معمولا تلقی ما این است که خب پس چیکار بکنیم، مگه میشه راه دیگری رفت؟ این فکر باید پیدا بشه تا اینکه بعد آدم چاره‌جویی بکنه. مادامی که ما اون فکر رو داریم و اون پیش‌فرض رو داریم که یه راه بیشتر وجود نداره، معلومه که خب خودمون رو محدود میکنیم. متفکران ما هم همین محدودیت رو میپذیرن و حاضر نیستن جوری دیگری فکر کنن و جوری دیگری عمل کنن. خب من اینجا این کتاب کجا رفت؟ این میخواستم فقط یک چیزی رو معرفی بکنم، دربارش خیلی سخن نمیگم. کسانی که مایلند که مدرنیته رو خوب بشناسن، این کتاب بسیار کتاب خوبی است. من توصیه میکنم این رو بخوانید. کتاب تجربه مدرنیته از آقای مارشال برمن، ترجمه آقای مراد
فرهادپور. این کتاب خیلی هم جدید نیست، تقریباً 50 سال پیش نوشته شده، ولی همچنان یکی از کتاب‌های کلاسیک است در این زمینه و اون بالاش یک جمله خیلی مهمی رو از مارکس آورده است که هرچه که سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. ایشون این رو نماد مدرنیته گرفته است. مدرنیته، در اثر مدرنیته هرچه که قبلا جایی داشت، منزلی و منزلتی داشت، صلابتی و استواری داشت، همه اینها برباد میره، ذوب میشه، عوض میشه و چیز دیگری به جای او مینشیند. ایشون در این کتاب، آقای مارشال برمن که خودش فیلسوف، استاد دانشگاه هم بوده، البته ایشون هم سالها پیش عمرش رو داد به شما، ایشان در این کتاب از چند شخص نامدار یاد میکنه و بر مبنای تجربه اونها و اندیشه اونها سعی میکنه که مدرنیته رو توضیح بده. از جناب فاست شروع میکنه، فاست گوته، و بعد سراغ مارکس میره. خود او، آقای برمن، بسیار شیفته مارکس بوده و خودش میگه که من در نیویورک وقتی به کتاب فروشی رفتم و کتابای مارکس رو دیدم و خوندم، از اونجا شیفته او شدم. و بعد سراغ بودلر میره، شاعر بسیار مهم و مشهور قرن 19 فرانسوی، و در آخرم سراغ شهر سنت پترزبورگ میره که شهری است که هم عقب مانده است و هم در حال توسعه یافتگی است. اینها رو کنار هم میگذاره و سعی میکنه که از این طریق نشان بدهد که متفکران که جهان مدرن رو ساخته‌اند یا دیده‌اند ساخته شدن این جهان رو و پیش بینی کردن آینده جهان رو، اون رو چگونه دیدن و چگونه توصیف کردن. من فقط اون بخش اولش رو خصوصا یادآوری میکنم که راجع به فاست میدونید دیگه، یک داستان افسانه‌ای بود که در میان آلمانی ها در قرون وسطی جاری بود. بعدها چند نفر این قصه رو گرفتن و پرداخت کردن و از او رمان در آوردن، تئاتر در آوردن، به خاطر اینکه قصه خیلی قصه گویایی بود. قصه خیلی خیلی کوتاه و کوچک این است که کسی بود، جوانی بود و میخواست که کامران باشه، عمرش رو به شادمانی بگذرونه و هر چه که میخواد در اختیارش باشه، هر هوسی میکنه این هوس برآورده بشه و ناکام در این جهان از هیچ حیث نمانه. به این سبب برخورد میکنه با یه آقای به نام مفیستوفلس که از نمایندگان شیطان بوده و خلاصه با هم قراردادی میبندن و ایشان روح خودش رو به شیطان میفروشند و شیطان در عوض او رو قادر مطلق میکنه و کاری میکنه که او همه هوس‌های خودش رو برآورده کنه. و البته حالا قصه ها اینو هم گوته توضیح داده، هم کریستوفر مارلو نویسنده انگلیسی، هم تامس مان نویسنده آلمانی، اینا همشون یه پرداخت‌های متفاوتی از این قصه فولکلوریک افسانه مانند کردن، ولی همه در این قصه یه مغزی دیدن، یه جوهری دیدن که کوشیدن این جوهر رو آشکار کنن. آقای اشپنگلر که بازم نامش رو یادم تو به این جلسات آوردم، اشپنگلر یک معلم ریاضی بود در آلمان ولی بعداً تبدیل شد به یک از افراد بسیار نامدار و مورد توجه، چون کتاب مفصلی نوشت در 2 جلد تحت عنوان Decline of the West، انحطاط غرب. این کتاب به حدود 1920 اون وقتا منتشر شد بعد از جنگ جهانی اول و در اون کتاب بحثش این است که تمدن غرب رو به افول خواهد رفت. حالا منظورش از افول در اونجا از هم پاشیدگی است، معنیش این نیست که دیگران از غرب جلو زدن یا جلو خواهند زد، نه، تعبیر دیگری داره، ولی مفهوم انحطاط غرب رو او مطرح کرد. مرحوم اقبال لاهوری در کتاب احیاء فکر دینیش به اشپنگلر ارجاع میده. این کتابی بود که یه وقتی خیلی آوازه‌ای داشت و رونقی داشت و مورد توجه بود
من خیلی جوان بودم، یادمه که یه مختصری از این کتاب به فارسی ترجمه شده بود، من اون موقع دیدم، ولی بعداً البته خوب انگلیسیش رو اینجا دیدم، اصلش هم که به آلمانی است. این مفهوم انحطاط قرن در اونجاست. غرض من این از ایشان، آقای اشپنگلر حرفش اینه، میگه که این قصه ببخشید قصه‌ای که داشتیم میگفتیم درباره فاست قصه تمدن غرب است. تمدن غرب روح خودش رو به شیطان فروخته است. این درک از غرب خیلی مهمه توسط یک نفر غربی. اینکه داستان یعنی پیش بینی بوده است که شده است، یه عده‌ای که این داستان رو ساختن و این داستان رو پرداختن بیهوده نپرداختن، چیزی رو فهمیده بودن، چیزی رو دیده بودن که یک روح اهریمنی میاد که غالب بشه. ببینید حالا باز ما اسانسیالیست نیستیم، یعنی من نمیخوام وارد این بحثا بشم که آیا تمدن غرب یا مدرنیته جوهری دارد، اسنسی دارد، ذاتی دارد، ذاتی ندارد، این بحثا رو نباید کرد. فقط خواستم بگم که چنین دیدگاه‌هایی وجود داشته و ساخته و پرداخته شده و اینکه یادم یکی از اساتید ایرانی در همین آمریکا بود، وقتی باهاش صحبت می‌کردم خیلی صریح به من گفت فلانی من روحمو به شیطان فروختم. خیلی با صراحت و صداقت رو به من گفت، یعنی من میدونم چه بدیهایی، چه اهریمنی‌هایی تو این جامعه وجود داره، ولی من چشمامو هم گذاشتم و روحم رو به شیطان فروختم. حالا چه اینکه این تمدن قبل روحش رو به شیطان فروخته باشه یا نه، خود آدمی تک تک افراد باید این فکر رو با خودشون بکنن که با خودشون رو به کجا فروختن، به کی فروختن و در ازای چه چیزی خودشون رو معامله کرده اند. خب ما در روایات دینی هم داریم که لبئس المتجر ان تری الدنیا لنفسک ثمنا، در نهج البلاغه است، اگر خودت رو به دنیا بفروشی ارزان فروختی، خیلی تجارت یا معامله بدی کردی، ضرر کردی، هیچ چیزی هم قیمت تو نیست. اینطوری نیست که تو بتونی به قیمت بفروشی خودت رو، چیزی نیست. حالا در اونجا اون میگوید که این تمدن روح خودش رو، اشپنگلر میگه، به شیطان فروخته. خیلی خوب، این نکته اول که نوبت قبل هم دربارش سخن گفتیم. در واقع مفهومی از انحطاط که توسط پاره از نویسندگان ما اراده شده و من در اینجا ناچارم نام ببرم از یکی از اخیرترینشون، آقای دکتر سید جواد طباطبایی که 1 سال خورده پیش وفات کردن. ایشون میدونید دیگه اصلا اصل تئوریش تئوری انحطاط بود و معتقد بود که در قومی که ایده انحطاط زنده نشود در انحطاط باقی خواهند ماند. ما باید بدانیم یه چیزی، مفهومی، ایده‌ای به نام انحطاط وجود داره تا بعد بریم دنبال این بگردیم ببینیم آیا به سر ما هم اومده یا نیامده. ولی اگر این مفهوم برای ما ناشناس باشه و ما اصلا خبر نداشته باشیم، خب نه سراغش رو میگیریم نه دربارش حرف میزنیم. ایشون معتقد است که ایرانی‌ها و مسلمان‌ها خیلی دیر این مفهوم رو متوجه شدن. مثلا یه چیزی به نام انحطاط وجود داره، میتونه وجود داشته باشه و ای بسا که بر سر ما هم اومده باشه، ممکنه ما هم دچار این آفت شده باشیم. دیر این رو فهمیدن و وقتی هم که فهمیدن درست نفهمیدن که از کجا خوردن، یعنی این انحطاطشون به چه سببی بوده است و اون ریشه ها در کجاست. خب ایشان کتاب های بسیار زیادی هم نوشتن، خیلی ماشاءالله آدم پرکاری بود. این اواخر هم خب آمریکا بود، ایشون متاسفانه به مرض سرطان درگذشت. من و او با هم دیگه 1 روز یا 2 روز سنمون فاصله داشت با هم. عرض می شود که کتاب های بسیار هم نوشتن. یکی از مهمترین کتاب هاشون زوال اندیشه سیاسی است. ایشان معتقدند که در میان ما اندیشه سیاسی پا نگرفت و اصلا ما اونچنان که باید و شاید به سیاست به معنای درست کلمه نیندیشیدیم. متفکران ما این مقوله رو فرو نهادن.
نزد خب ابتدا که این اندیشه های سیاسی از یونانیان وارد عالم اسلام شد و تا حدودی ابو نصر فارابی که تقریبا اولین فیلسوف بزرگ اسلامی است، به او معلم ثانی هم گفتند، ایشون در این باب تأملاتی کرد و نکاتی گفت. میتوان گفت که از نظر ایشون پس از او این مقوله تقریبا فراموش شد و تعطیل شد. نه ابن سینا دنبالش رو گرفت، نه غزالی دنبالش رو گرفت، نه فخر رازی، نه فقیهان ما، نه متفکران ما، تا میرسیم به دوران جدید صفویه دیگران. کلاً این اندیشه سیاسی زوال پیدا کرد و مفهوم حکمرانی خوب و سیاست ورزی جا نیفتاد و چیزی از جنس فقه و اخلاق اینها به هم آمیخته شد و جای سیاست رو گرفت، در حالی که سیاست که به معنای آیین شهربانی است در واقع مبتنی است بر اینکه ما ابتدا باید شهر داشته باشیم تا شهریاری بکنیم و شهر هم در میان ما بنا نشد. من در مقام حالا توضیح ایده های ایشون نیستم، طرفدارانی داره ایشون، منتقدانی داره، ولی انحطاط نزد ایشان، من یه وقتی که چیزی رو نوشتم نزد ایشونی که ما مدرن نشدیم. معنی انحطاط این است از نظر ایشون، ما مدرن نشدیم، دریغا که ما مدرن نشدیم و برای اینکه مدرن بشویم باید مدرن بشویم. این لباب اندیشه ایشان است. فکر نکنید من اینها رو از راه طعن و طنز میگم، نه، ایشان معتقده که سنت ما به تعبیر خود ایشون چنان متسلب شده، چنان سخت شده که از او هیچ امید ثمری نمیتوان داشت، چیزی از او بیرون نمیشه آورد. سنت ما یعنی علم گذشته ما، فلسفه گذشته ما، دین ما، اخلاق ما، آداب ما، همین چیزهایی که قبلا داشتیم، اینا به قدری سخت شده و که مثل یه سنگ سختی که هیچ کاری ازش برنه، هیچ گیاهی هم روش نمیروید، هیچ تدبیری باید انداختش دور. ما برای اینکه مدرن بشیم باید مدرنیته رو اقتباس کنیم، برای اینکه مدرن شویم باید مدرن شویم. خودمون نمیتونیم این رو از خودمون درآوریم و در گذشته خودمون جستجو کنیم و یک گیاه سبزی مثلا پیدا کنیم که بعد آبیاری کنیم و این رشد بیشتری بکنه و بتوانیم زیر سایش بشینیم یا از میوه‌هاش استفاده کنیم. چنین اتفاقی نمیفته. ما خیلی خیلی جا موندیم و اونقدر غفلت کردیم که دیگه الان دستمون به جای بند نیست. خیلی خوب، این یه رأیی است، ولی رأی ایشون خلاصش این هستش که انحطاط یعنی مدرن نشدن. مدرنیته هم یه معنا بیشتر نداره، مدرنیته اروپایی است و مدرنیته اروپایی هم محصول همون معبر واحد تاریخ است. این رأی ایشان است. در ایران در واقع مفهوم مدرنیتیز یعنی مدرنیته های مختلف به معنای جدی هنوز مطرح نشده است و من ندیدم هیچ کسی از این در وارد بشود و قصه رو این چنین بسراید و توضیح بدهد که شاید ما اصلا باید در پیش‌فرض هامون تجدید نظر بکنیم. خیلی خوب، این نکته اول در باب اونچه که من تحت عنوان مقدمه بر این کتاب به اصطلاح میخواستم ذکر بکنم. اما نکته دوم این که، و این خیلی مهمه، نکته دوم این که مدرنیته یا انلایتنمنت، روشنگری، وقتی که در مغرب زمین پا گرفت در واقع راسیونالیزم بود، یعنی تکیه بر عقل. اکنونم گفتم براتون که به قول ریچارد رورتی عقل خدا شد، عقل مرجعیت تام و تمام پیدا کرد و محصولات عقل که در واقع همین علوم بودن، هارد ساینسز، اینا بزرگترین محصولات مدرنیته محسوب شدن. دانش پوزیتیو به اصطلاح، یعنی دانش هایی که می توانستن با تجربه تأیید بشن یا با تجربه ابطال بشن،
و بعد هم تصرف در جهان رو به ما یاد میدادن، یعنی صنعت از دل اینها بیرون می آمد و نگاه مکانیکی به عالم، یعنی نگاهی که نیوتن آورده بود که جهان از ماده و جرم و انرژی و میدان و اینا درست شده و با همینا میشه همه چیز رو توضیح داد و فیزیک در واقع ملکه علوم شد. فیزیک و ریاضی با هم، یعنی اینا بودن که بهترین، برترین، تجربی ترین، علمی ترین علوم بودن و بقیه ریزخوار خوان اینها بودن و هر چه که علوم تشبه بیشتر به اینها پیدا می‌کردن علمتر می‌شدن و جدیتر و با صلابت بیشتر می‌شدن. راسیونالیته در واقع این بود، یعنی رفتن طرف عقلانیت محض، عقل ریاضی. و اگر به یاد داشته باشید از گالیله و از کپلر یاد کردیم که میگفت کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است و شما برای اینکه طبیعت رو بخوانید باید ریاضیات بلد باشید و بگذرید از آنچه که ارسطوییان میگفتن که کتاب طبیعت با ماهیات نوشته شده است. خب ارسطوییان یادتونه دیگه میگفتن هر چیزی ماهیتی داره، بعد ماهیتش رو شناخت. آب یه ماهیتی داره، خاک ماهیتی داره، چنین چنان کتاب طبیعت با قلم ماهیات نوشته شده است. ولی از دوران علم جدید و روشنگری به این سو کتاب طبیعت تبدیل شد به یک کتاب که حروفش ریاضی بود و شما با چشم ریاضیدان باید اون رو می‌خواندید و لذا همونی که بعدها نامش رو گذاشتن سیطره کمیت، یعنی کمیت گرایی سیطره پیدا کرد بر تمام علم. هر چیزی رو که شما بیشتر ریاضی کنی گویی که بیشتر علمی شده است و شما به فهم او نزدیکتر میشوید و باز این همون الگو گرفتن علوم است از علم فیزیک. یعنی روانشناسی رو هم امروز کمی کردن، طب رو هم کمی کردن. هر چی شما به این طرف برید به اصطلاح کارتون و دانشتون دانشتر میشه، علمیتر میشه و قابل قبولتر میشه. خب این در واقع محصول روشنگری بود. یک کتاب خیلی خیلی مهمی یک نفر هلندی نوشته بود، The Mechanization of the World Picture. این کتاب خیلی اونایی که علاقه دارن، من اسم عجیب و غریبی داره این مؤلف کتاب، یا ویچیچ نمیتونم بگم، ولی اسم کتاب، خود کتاب خیلی کتاب مهمی است. The Mechanization of the World Picture. بسیار دقیق و عمیق اینکه چجوری درک ما و فهم ما و تصویر ما از طبیعت به این صورت در آمد که اکنون در آمده است. علمی که عالمگیر شده و الگوی علم شده است، الگوی فهم شده است. این اتفاق افتاد و تا امروز هم این برقرار است، بلکه هر روز تشدید شده، شدیدتر شده و اذهان و عقول رو بیشتر تسخیر کرده. اما و هزار اما در مغرب زمین یک کانتر رولوشن رخ داد. یعنی این رولوشن، این انقلاب راسیونالیستی روشنگری که آغازگر مدرنیته و پایه‌گذار مدرنیته بود، از دل خودش ضد خودش رو زایید. این یکی از حرفای خیلی مهمی است که مارکس هم میگه در همون نوشته خودش تو همین کتاب مانیفست حزب کمونیست که در مدرنیته آبستن ضد خود است و این آبستنی ادامه هم داره. این راسیونالیسم ضد خودش رو به دنیا آورد. ضدش چی بود؟ رومانتیسیسم. رومانتیسیست ها که در آلمان پدید آمدن و بعد در فرانسه آمدن، اینا در واقع آمدن و گفتن که مدرنیته به انسان خیلی ظلم کرده. ما ریاضی نیستیم، ما یه عدد نیستیم، ما یه رقم نیستیم، ما رو با هندسمون شما نباید بسنجید. 3 مفهوم بود که رومانتیک ها بعدش انگشت گذاشتن که مفهوم عشق بود، یکی مفهوم حیات بود و مفهوم آزادی. میگفتن که شما این 3 رو اصلا فراموش کردید. همه چیز شده اندازه‌گیری، قانون، نمیدونم چی، ریاضی، هندسه، فلان. آدمی زنده است، پس زنده بودنش یعنی چی؟
عشق می‌ورزد و عشق ورزیدنش یعنی چی؟ اراده و اختیار و آزادی داره. اینا چی؟ تو کدوم علم شما، تو کدوم کمیت گرایی شما اینا جا میگیره؟ شما هنر رو اصلا فراموش کردید، شما ریاضیات رو در میان آوردید ولی هنر رو کاملا کنار گذاشتید. درست انگشت رو چیزایی گذاشتن که واقعا خیلی هم درست بود. اگر یک کتاب خوب میخواید در این باب بخونید، این کتابی است که یک نویسنده آلمانی در این باب داره که بعداً معرفی میکنم براتون، و در این کتاب این احوال دوران روشنگری آورده، مسئله رمانتیسم و مسئله متروک افتادن هنر و این مقولات دیگر رو خیلی خوب توضیح داده است. بسیاری از شاعران بزرگ آلمان، انگلستان، اینا همه رمانتیست شدن. یعنی من اگه بخواید خیلی خوب این رو دریابید، ما یه وقتی اینجا 17-18 جلسه راجع به اقبال لاهوری من سخن گفتم. اقبال لاهوری درست در واقع در میان این تضاد به دنیا اومده و دیوانش رو شما اگه بخواید خوب دریابید، نزاع بین راسیونالیسم و رمانتیسم است که تحت عنوان عقل و عشق اینها رو بیان میکنه. حالا ما بحث عقل و عشق رو توی تصوف و عرفان و گذشته خودمون داشتیم، ولی اون این نیست. اونی که اقبال بیان میکنه و انتقاد میکنه به تمدن غربی و میگه شماها رفتین زیر پرچم عقل و عشق رو رها کردید، در حقیقت ندای رمانتیسیسم رو اونجا داره به گوش ما میرساند. از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. یا در غزل دیگری خیلی زیاد در این باب سخن داره و بسیار هم شاعرانه سخن گفته است. یعنی هم سعی کرده که مضمون رو برساند و هم در یک جامعه شاعرانه دلنشینی. اونجا که راجع به غرب میگه که هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. من اینو بارها خوندم و توضیح دادم. میگوید که هنرش یعنی علمش، اینجا هنر منظورش فن و صنعت، اینا توانستن که خاک فرنگ رو تبدیل به طلا بکنن، ولی این خاک رو در چشم پسر مریم زدن. یعنی دین رو کشتند، اخلاق دینی رو کشتند و اون چرا که همین ما حیات و عشق و آزادی میدونیم کشتن. یکی از مهمترین تمهایی که در شعرهای اقبال هست مفهوم اختیاره، مفهومی که اصلا ما در اشعار صوفیان و عارفان خودمون نداریم، تقریبا غائب است. از شعرهای مولوی همینطور، حافظ همینطور، حافظ سری هم میگه بر من و تو در اختیار نگشاده است، هیچ رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نگشاده است. چونه نزن، حرف نزن، چونه چرا نکن. مطلب اینه ما اختیار نداریم، همین سرت بنداز پایین و راضی باش و برو جلو. و واقعا عقیدش این و صوفیان ما همه همینطور بودن. مولوی هم کفه جبرش من در این کتاب آوردم خیلی بیشتر میچربه تا بر اختیار. و یکی از تفاوت‌های عرفان مدرن که آدم در اقبال میبینه و تمایز خیلی پررنگی که با عرفان پیشین داره، همین تکیه بر عنصر اختیار است که قول از خاک جهان مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. میگه عجبی، شگفتی که در این عالم است. و این انصافاً تیزبینی و ریزبینی این مرد بزرگ نشان میده. شگفتی ترین شگفتی ها در این عالم این است که از این خاک جهان مجبور، این ماده و این جماد مجبور، بی اراده، بی اختیار، بی شعور، یه موجودی پدید آمده است که مجسمه اختیار است و آزادی است، خودگر است، خودنگر است، خودشکن است. تعبیرات خیلی خوبیه. خودگره این خودش رو میسازه، بعد خودشکنه یعنی علیه خودش اسیان میکنه، توبه میکنه، پشیمانی هم داره. و این چیزیست که شما در راسیونالیسم اصلا نمیبینید. راسیونالیسم یعنی جهانی ماشینه، راسیونالیسم یعنی انسانی ماشینه.
اما رومانتیسیسم گفت نه خیر، نه طبیعت یه ماشینه و نه علل خصوص آدمی یک ماشینه. آدمی حیات داره، عشق داره، شرم داره، اراده داره، اختیار داره و بسی احوال دیگه. و از دل همین رومانتیسیسم بود که بعداً اگزیستانسیالیسم در آمد. اگزیستانسیالیسم میراث‌خوار رومانتیسیسمه. یعنی اگزیستانسیالیسم اومد و گفت اصلا ما باید به اگزیستانس، یعنی به وجود آدمی بپردازیم. آدمی رو از اون حیث که یه موجود کاملا تافته جدا بافته است، با طبیعت یکسان نیست به هیچ وجه. این که این دوتا رو ما از یه قماش بدونیم، بگیم سراته یک کرباسن، اصلا و ابدا اینطوری نیست. مشترکاتی دارن البته. خب ما جسم هم هستیم، طبیعت هم جسم، فیزیولوژی داریم، نمیدونم بیوشیمی داریم، اینا همه داریم، ولی این تمام وجود ما نیست. ما چیزهایی داریم که طبیعت نداره و نمیتونه داشته باشه و همین این تفاوت خیلی جدی ماست. همین که ما تصمیم گیرنده ایم، همین که در دوراهی هایی که واقع میشیم این گرفتن تصمیم ما رو به اضطراب وامی داره. این مفهوم انکسایتی یا آنگست و آلمانی، این خیلی مفهوم مهمی است تو اگزیستانسیالیسم. آدمی موجودی است که مضطرب می شود و این اضطراب وقتی است که سر چند راهی ها قرار میگیره، چند راهی های جدی، و میخواد تصمیم بگیره، انتخاب بکنه. اینا همون حرفایی است که سارتر رو اینا هم تو نوشته هاشون دارن. اینا چیزایی است که ویژه آدمی است و این ویژگی ها توی راسیونالیسم، مدرنیته راسیونال پیدا نمیشود. لذا رومانتیسیسم داد انسان رو ستاند، داد حیات رو، عشق رو، اختیار رو، آزادی رو از عقل ستاند و گفت اینجوری شما همه چیز رو ارزان به اون عقلانیت خشک ریاضی فروختید، این رو ما باید بازپس بگیریم و آدمی رو دوباره به صحنه بیاریم، به میدان بیاریم و او رو چنان که هست معرفی کنیم. این چیزی است که باز اگر به او بیاندیشیم وقت به ما میگوید که سنت ما اگرچه که به قول اون نویسنده که عرض کردم متسلب شده، ولی هنوز چی داره؟ خیلی عناصری داره که میتونه ما رو نجات بده. ممکنه که ما در سنت خودمون اگر بگردیم یه جور راسیونالیزم خشک ریاضی پیدا نکنیم که پیدا هم نمی کنیم. این قصه مال دوران مدرن است، از نیوتن، از گالیله به این ور اینا آغاز شده است. از وقتی که خب جهان دیگری شد و کوپرنیک آمد و دیگری که همه میدونیم، بالاخره یه روندی آغاز شد و تا به اینجا رسیده. روندی که در واقع باز به تعبیر مارکس آبستن ضد خودشه. یعنی الان با آمدن کامپیوتر و مخصوصا هوش مصنوعی و اینا ماشین از ما جلو زده. یعنی این راسیونالیسم داره ضد خودش رو تولید میکنه، داره موجوداتی پدید میاد از ما راسیونال ترن، از ما عقل ریاضیشون بیشتره. یعنی شما اگر آدمی رو با عقل ریاضی، با همین کمیت گرایی تعریف بکنید، اونا خیلی از ما جلوترن، قرنها، کیلومترها، فاصله های نجومی با ما دارن. و خب داستان به اینجا رسیده دیگه. مارکس هم البته فکر میکرد که با تئوری های خودش میتونه این تضادها رو حل کنه، ولی خب راسیونالیسم یا مدرنیته یه جایی بود شروع شد و ناچار به اینجا رسید. یعنی چیزی رو بند از پاش برداشتند و او لگام گسیخته چنان حرکت کرد و تند دوید که اون نگاهبان خود و زندانبان خودش رو پشت سر نهاد و همه قفس‌ها رو شکست و همه حد و بندها رو از میان برداشت و کار الان به اینجا رسیده است. خب در اثر این یک جنبه‌های منفی پیدا شد دیگه. یعنی وجود آدمی به معنای واقعیش فراموش شد. ما امروز خیلی میشنویم دیگه که زندگی معنای خودش رو از دست داده است یا به دنبال معنی زندگی باید بگردیم. چقدر این کتابایی که راجع معنی زندگی امروز نوشته میشه خریدار داره. من آقای فرانکل که خب در اینجا هم آرای ایشون مطرح شد و اون پزشک آلمانی که خب انصافاً چون که کوره های آدمسوزی هیتلری رو دیده بود و تصادفاً نجات پیدا کرده بود و آدمیانی که اونجا در عین یأس و با نگاه به یک آینده بسیار تاریکی
زندگی میکردن با اینا سخن گفته بود، مصاحبه کرده بود و مفهوم معنای زندگی رو دریافته بود و اینها رو خب در کتاب خودش آورده. نشانه این استش که آدمی در مدرنیته فراموش شده و زندگی براش تبدیل شده است به تکرار مکررات. یعنی سخنانی که خیام میگه، خیام در دوران خودش چند تا رباعی که بیشتر از او باقی نمونده، ولی مفهوم این رباعیات این استش که زندگی یک تکرار مکرر ملال‌آور است. و راست هم میگه اگر معنایی در زندگی نباشه، روز شب میشه، شبم روز میشه، باز اون شبم روز میشه، دوباره روز شب میشه. همینطوری یک دفعه میبینید که عمرتون از 40 شد 50 و 60 و 70 و بعدش هم آدم باید خداحافظی کنه بره، نمیفهمه که برای چی اومد، برای چی رفت، چطور شد، چی دید، چی ندید. ببینید این درست هم هست. یعنی این غفلتی که بزرگان ما هم میگفتن چیزیست که به سر همه ما اومده. زندگی جدید و راسیونالیته و مدرنیته که فراموش کننده وجود آدمی است، این بی‌معنا بودن رو افزونتر کرده. دارم فقط توضیح میدم که این مدرنیته رو کمی باید ما بهتر بشناسیم و اینکه در درونش به اصطلاح چه میگذرد. چون افراد مختلفی که در این زمینه سخن گفتن چهره‌های مختلف مدرنیته رو برای ما بیان کردن. خب این رومانتیسیسم بر این نکته انگشت نهاد. اما از اون ور شما ماکس وبر رو دارید. خب یه جامعه شناس بسیار بسیار مهم و معتبر و نامدار آلمانی. ایشان نکته اصلیش در باب مدرنیته این است که از جهان افسون‌زدایی شده است. disenchantment، یعنی اسطوره ها از بین رفتند و نیروهای غیبی که مردم اونها رو در زندگی خودشون دخیل میدونستن، اینا همه پس پرده فراموشی رفتن. برای اینکه باز عقلانیت به شما، عقلانیت تجربی به شما میگه هر چی که تجربه نشدنی است دیگه غیر قابل قبول است. خب خدا رو که نمیشه تجربه کرد، ملائکه رو که نمیشه تجربه کرد، روح رو که نمیشه تمام اون چه که زندگی گذشتگان رو معنا میبخشید، روح میبخشید، اینا همشون از میان رفتن، یعنی غیر قابل اعتنا شدن. امروز عقلانیت، اگر یک کسی از جن حرف بزنه، از روح حرف بزنه، میگن یه چیزیش میشه، یعنی خلاصش عقب افتاده است، مشکل داره. شما نباید از این حرفا بزنید، خریدار نداره و روزگار اینها رو نمیپذیره. آدم عاقل، آدم مدرن کسی است که این حرفا رو نزنه و از این عقیده ها نداشته باشه. توجه میکنه اصلا جو کاملا برگشت. یکی از نویسندگان انگلیسی کتاب خیلی خوب داشت راجع به هپینس و اینا، گفت انسان دیندار در جهان جدید غریبه است، در حالی که انسان دیندار در جهان قدیم صاحب خانه بود. یعنی این حس میکرد تو خونه خودشه، همه اون چرا که احساس میکنه و عقیده داره دور و برشن، هم قبول دارن. توی جهان با خدا، با ملائکه، با اسطوره، با اینا زندگی میکنه. خیلی خوبه، خواب میدید اینا رو معنی میکرد، نمیدونم حوادثی براش پیش میمد معنی میکرد، مریض میشد معنی میکرد، خوب میشد. امروز دینداران غریبن، یعنی اون خونه سابقشون دست دادن، بیرونشون کردن، یه صابخونه دیگه اومده توی این دنیا. ماها دیندارا به زور خودشون رو جا قاچاقی زندگی میکنن تا حالا دوباره که این در خونه اصلیشون باز بشه و اون تو بتونن. مدرنیته یه چنین کاری کرده دیگه با جهان. ما باید حواسمون باشه. این درسایی که ما تو دانشگاه ها میخونیم خب به ما نمیگن، ولی در واقع به طور نامحسوسی همین اندیشه ها رو تزریق میکنن به ما. هر چی شما بخونید فرق نمیکنه، روانشناسی بخونید، فلسفه بخونید، فیزیک بخونید، فرقی نمیکنه. اینا همشون پشتشون یک رشنالیتی بیشتر نخوابیده است، یک رشنالیتی بیشتر ننشسته است و اینا رو همینطوری به صورت یه روحی در شما تزریق میکنن. حالا ببینید حرف من این است، حالا در این باب دیگه سخن فراوان میتوان گفت. صحبت من این است که ما در جهان جدید وقتی که سخن از انحطاط میکنیم
خیلی خوب باید بفهمیم داریم چی میگیم. یعنی ما مدرن نشدیم. بسیار خوب. ما مدرن نشدیم. آیا ما قائل به تئوری پیشرفتیم در این عالم؟ یعنی مدرنیته پیشرفتی است در این عالم؟ من میخوام برای شما عرض بکنم که مدرنیته همونطوری که بعضی از فیلسوفا هم گفتن در اصل مفهوم قدرت رو با خودش داره. یه قومی قدرت بیشتر پیدا کردن و دیگران رو از لحاظ قدرت پشت سر نهادن. علم جدید به بشر جدید قدرت بیشتر داده است. فلسفه‌ای که پشت این علمه، صنعت و تکنولوژی که فرزند این علم است و این راسیونالیته است، کمی دیدن جهان که شما رو قدرت بیشتر بر تصرف میبخشه در این عالم. حقیقتش این استش که قصه اقتدار است. قصه اقتدار است و تمام اونچه که حول و حوش اینه در حقیقت محصول همین اندیشه و قدرت گراییه. بشر از یه وقتی دنبال این رفت که حالا چجوری این روح درش پیدا شد که ما اولا باید تسلط خودمون رو بر طبیعت تثبیت کنیم و وقتی هم که تثبیت کردیم بر دیگر آدمیان باید تثبیت بکنیم. یعنی هم از همینجا هم بود که مثلا استعمار در آمد و فلان، همچنین تکنولوژی که طبیعت رو در استخدام خودش گرفت و این ادامه پیدا کرد. یه چنین جنسی دارد اگر میپذیرید اونچه که ما او رو مدرنیته مینامیم. آیا تنها راه پیشرفت بشر اینه که مقتدرتر بشه و از این اقتدار چه فسادها میزاید؟ خب ما امروز تو ایران میگن مرگ بر آمریکا، مردم آمریکا که کاری نیستن، منظورشون مرگ بر سیاست خارجی آمریکاست دیگه. یعنی این ظلمی که تو جهان میکنه ولی آمریکایی‌ها خودمون باشون زندگی میکنیم. سیاست خارجی، خب سیاست خارجی آمریکا از کجا اومده؟ از همین تفکر دیگه. میخوان همه دنیا رو زیر بال و پر خودشون، زیر مهمیز و چنگال خودشون داشته باشن. اینه دیگه. چرا میخوان؟ یه فلسفه‌ای پشتشه. همینطوری نیست. یه چیزی در این مجموعه هست که زمامداران رو به این راه میبرد که ما باید آقای دنیا باشیم، دیگران باید زیر دست ما باشن. و شما گاهی میبینید که خیلی صریحاً هم ابراز میکنن، یعنی چیزی ندارن، ابایی ندارن از گفتن این، شادمانن، مفتخرن و به همین دلیل هم اون چرا که تحت عنوان حقوق مینامند که خب بنده خیلی ازش تعریف کردم و میکنم، اما وقتی نوبت به دیگران میرسه این حقوق خیلی اهمیت نداره. جان دیگران چندان ارزش نداره. یعنی وقتی که پای اقتدار در میان میاد، بسیاری از اون که ما اخلاق قدرت مینامیم این اخلاق فراموش میشه و زیر پا نهاده میشه. مدرنیته یه همچه چیزیه خلاصش. و این که جهان، یعنی بشریت پیشرفت کرده که به اینجا رسیده و سعادتمندتر شده، بشریت ها کلی به اینجا رسیده، خیلی محل تردیده. یعنی دست کم با شک به این مقوله باید نگریست. ما یک جنبش رو اگر نگاه کنیم، مثلا بگیم بله بیولوژی خیلی پیشرفت کرده یا علم نجوم خیلی پیشرفت، ما آسمان ها رو خیلی بهتر میشناسیم، اینا همش قبول. ولی وقتی که این مجموعه رو که از راسیونالیسم غربی برخواسته در همون ابتدا تا به اینجا رسیده و حالا که داره این نتایجش هم آشکارتر میشه، اینها رو میبینیم، اون وقت است که خب باید تأمل بیشتری در این باب بکنیم و رأیمون رو شاید عوض بکنیم. این خلاصه سخن من امروز بود. حالا عرض می شود که برای اینکه دیگه نمیرسیم که باز این ابیات رو بخونیم، من فقط این اشعاری رو که نه وقت هست ولی ما وقت دوستان رو نمیگیریم، من پشت کتاب ابیاتی نوشتم که در واقع مبتنی است بر اندیشه های هگلی، که با هگل گفتم که این تقدیر بود، یعنی این وضعیتی که ما داریم، یاز شاه و شیخ بی تدبیر بود. گفت تاریخ این قبا بر ما برید، دامن این جامه را هم او درید. قهرمانان آلت دست ویند، شیخ و سلطان هر دو پابست ویند. او به چوگان حیل لعبی نمود، تا خمینی گوی دولت را ربود.
تا چه خواهد کرد دست روزگار با چنین شاهان اسلامی تبار. نیک بنگر جملگی بازیچه ایم، خود ندانستیم آخر ما چه ایم. گاه در اوجیم و گاهی در حضیض، وصف حال ماست کجدار و مریض. این اوضاع ماست. حالا انشالله نوبت بعد دیگه وارد کتاب میشیم به اذن الله تعالی. مقدمات رو فرو نهادیم و این هستش که در این کتاب هر جا از مدرن و از انحطاط و از اینا سخن میگیم، امیدوارم که عزیزان در پرتو این مقدماتی که من ذکر کردم اونها رو تحلیل کنن. همچنین اون کتاب رو هم که معرفی کردیم اگر مایل بودن میتوانن بخوانن و انبانشون رو از مدرنیته شناسی آکنده تر بکنن و جهانی رو که در اون زندگی میکنیم بهتر بشناسن و یک بعدی نگاه نکنن. پیشرفت رو فقط در این که جاده هست و پل هست و هواپیما هست و داروهای جدید هست و اینا نبینن. این مجموعه از یه جایی آمده و به یه جایی داره میره و یک سیر تاریخی معینی داره که معلوم نیست بهترین سرنوشت برای دیگران باشه. معلوم نیست که فردای ما باید شبیه امروز اروپا یا آمریکا باشه. همچین چیزی رو دست کم با چشم تردید باید بنگریم و این تردید وقتی قوت میگیره که ما اون چرا که میگذرد در این دیار و آغازی رو که داشته است رو خوب و بهتر بشناسیم و به فلسفه هایی که پشت مفهوم انحطاط و پیشرفت و ترقی و اینها هم هست وقوف بیشتر پیدا کنیم. انشالله داوریمون بهتر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مستقیما به فرمایشات شما ربط نداشته ولی کلمه پیشرفت و بی‌نشناسی فرستادید. من ایمان کنم که وقتی در ایران امروز وقتی که روی برنامه‌ها صحبت می‌کنن آینده ایران صحبت می‌کنن از کلمه توسعه development اجتناب می‌کنن و ظاهراً مثلا اینطوری من می‌فهمم اگه درست بفهمم که مثلا رهبر شهید ایران نمیخواستن کلمه توسعه استفاده بشه و به جاش پیشرفت رو استفاده میکنن. من خواستم شما یکم اینو باز کنید واقعا این از چه دیدی اینا با هم متفاوت هستن؟ آیا ربطی به این مدرنیته و غربگرایی و اینا داره یا اگه واقعا معنا و مفهومی درش هست چیه اون؟ والا من حالا نمیدونم که ایشان در ذهنشون چی بوده. میتونم حدس بزنم فقط، ولی واقعا نمیدونم که بله اجتناب میکردن از اینکه مفهوم توسعه رو به کار ببرن، چون توسعه به اصطلاح مفهوم غربیه و این مفهوم غربی رو من دیده بودم، کسان دیگه هم میگفتن تو بعضی سخنرانی ها و اینا دیده بودم. حتی یادم میاد آقای ویلیام چیتیک که استاد فلسفه هم هست اینجا در آمریکا و ضد تجدد و از شاگردای یا نزدیک به شاگردان مرحوم هانری کوربن، ایشان وقت ایران آمده بود و صحبت میکرد و خیلی شدیداً علیه توسعه و میگفت این دیولپمنت و توسعه و اینا یک مفهوم غربیه و ما نباید به کار ببریم. میدونید حالا ما با کلمات که دعوا نداریم، که حالا مهم اینه که وقتی که میگیم توسعه یا میگیم پیشرفت یا هر چیز دیگری باید ببینیم چه مسیری رو منظور داریم. اگر دوباره همین مسیره، من یه مقاله نوشتم سالها 20 سال پیش در عنوان صناعت و قناعت. خب خیلی ها بر من خورده گرفتن. این اواخرم من یه مصاحبه خیلی طولانی داشتم و اون مصاحبه‌گر خیلی گریبان من گرفته بود و اینکه اینا چیه تو گفتی. خب ببینید من حرفم این بود، خدا رحمت کنه، یه آقایی بود به نام آقای رضا قلی که ایشون تحصیل کرده فرانسه بود و جامعه شناس بود و اینا و آراء خیلی خوبی داشت، خیلی بومی به اصطلاح فکر میکرد. یه بار من بودم، با من دوست بود ایشون و با هم گفتگوهای خصوصی میکردیم. ایشون خب درسم میداد. یه بار بودم پای صحبتاشون، میگفت مفهوم کار اونطوری که غربی‌ها به کار میبرن
نزد ما جا نیفتاده. ما هنوز اصلا این مرحوم آقای بازرگان هم یه رساله‌ای داشت، کار در اسلام، و اونجا حرفش همین بود، میگفت ما اصلا اهمیت کار رو نمیدونیم. و البته ایشان بیشتر خورده میگرفت بر فقها، میگفت اینا همش نشستن تو خونه و اینا، در حالی که بخاطر جهان جدید بر کار استواره. این راد فقط به فقها هم نیست. خب ما مردممون، کسایی که از زیر کار در میان، اینو زرنگی میدونن دیگه، کار کردن و زرنگی نمیدونن، از زیر کار در رفتن و زرنگی میدونن. خب اینم که معلومه موجب توسعه و پیشرفت نمیشه. آقای رضا قلی یه حرف خوب میزد، میگفت سیستم در کشور ما به لحاظ تاریخی و در گذشته سیستم غارتی غنیمتی بوده. یعنی اصلا هر پادشاهی، هر حاکمی که می اومده میدونسته آینده‌ای نداره، یه قلدرتر از خودش میاد و دور رو از دست او در میاره. لذا تمام کوششش بر این بود که تا هست غارت کنه و به غنیمت ببره و انبانهای خودش رو پر کنه و پا رو به فرار بذاره. ببینید این راست میگه، یعنی امروز هم کشور ما همینطوره. واقعا پولدارای ما چون احساس میکنن آینده‌ای ممکنه نداشته باشن، غارت میکنن، به غنیمت میبرن هر چیزی که دارن. پولا رو خارج میفرستن، یه جای قایم میکنن، تبدیل به دلار میکنن، تبدیل به طلا میکنن، کارهایی که بنده بلد نیستم میکنن، برای اینکه پس فردا امیدی به آینده ندارن، نه حسابای بانکیشون ممکنه بمانه. اون وقت در مقابل این غارتی غنیمتی که خیلی به نظرم درست بود، میگم اینا مفهوم کار توش نیست، اصلا مفهوم آینده بینی توش نیست، مفهوم سازندگی توش نیست که بابا این پولی که من به دست آوردم بسازم، یه باقیات صالحاتی درست کنم، یه باقی، یه چیزی، اقلن هر چیز، کارخونه‌ای که این بمونه، نه اینکه فقط جیبای من پر باشه و برای لذت و شادمانی خودم باشه. در مقابل این تئوری حاجتی قناعتی بود که تئوری هم حرف من تو صناعت و قناعت. به جای غارتی غنیمتی باید چیکار کرد؟ حاجتی قناعتی زندگی کرد. یعنی آدم وقتی حاجت داره، نه وقتی که حاجت نداره. شما اینجا الان میری تو این فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، خیلی چیزا لازم ندارینا، اما فلان لباس و فلان چیز چشمتون میگیره، بای وان گت وان فری فلان رو میذاره، به گول میزنن دیگه آدما، بخر ببر. و الان همین دیگه، یعنی ببخشید حاجتی قناعتی. غرضم این هستش که آدم باید بدونه که داره چی کار میکنه. من سر کلمه پیشرفت و توسعه مسئله‌ای ندارم، ولی اینو میدونم که این تردید رو یا این وسوسه رو یا این عذاب رو در وجدان خودشون دارن که نبادا ما 100% به راهی بریم که فرنگی ها رفتن. خیلی خوب، نباد. اینو ما باید تئوریزه بکنیم. ما نمیتونیم همینطوری با تغییر کلمات قصه رو عوض بکنیم و به نظر من هم کار دشواریه. بزرگان ما باید تو این زمینه کار بکنن و الان توسعه باز دوباره معناش همین شده. یعنی دائما برای شما بودم من تو بحث‌های توسعه دیگه که مثلا به ازای هر چند نفر چند تا پزشک باید داشته باشیم، به ازای همین هست دیگه. این بحث‌های کمی این توسعه همینه. برای شما هی کمیت میارن، اینجوری اونجوری، و خب حالا نهایتش چی میشه من نمیدونم. بله. بخشید خانم چیز خواستم شعر بخونم ایشان حالا این سوالو بگیریم. بله ایشون هم بخونن. بله. سلام آقای دکتر. سلام جانم. خدمت شما عرض کنم که من یک کلیتی از، یعنی سعی می‌کنم این دروس شما رو خیلی در واقع دنبال کنم، اصولی که دیندارانه بود و کلا آشنا هستم با یه چیزی که احساس میکنم که در واقع اگر لطف فرمایید به ما خیلی کمک میکنه، در واقع توصیه‌ایه که شما فکر میکنید که خب حالا بین این دوتا تفکر که آیا مثلا مدرنیته یه مسیره یا نه، شما فکر میکنید که نه مثلا ما یه مسیر دیگه ای رو باید چیز بکنیم. اگه از این منظر هم در واقع توصیه بفرمایید فکر میکنم خیلی چیز میکنه. مثلا من خودم مخصوصا توی جریانات اخیری که اتفاق افتاد، خب توسعه اقتصادی رو میبینم تو جامعه چیزی نیست که مثلا کسی چیز نکنه، در واقع دنبالش نره. یه چیزی که شما فکر میکنم در واقع همیشه انتقاد داشتید بهش، اینه که
توی کشور ما نسبت به توسعه علوم انسانی و اینا یه مسیر دیگه رو میخوام برن و مثل اینکه این چیزی نیست که شما بهش یعنی که دو تا علوم انسانی داشته باشید. یه مسئله دیگه علوم سیاسیه، چیزی که بازم من مثلا فکر می‌کردم که جامعه ما مثلا به یه درکی رسیده باشه از این بابت که بعد از جنبش مشروطه این همه انقلابا و برای پیش مثلا جلو رفتن به سمت دموکراسی مثلا پیش بره، که تو جریان تأخیر مثلا ما چیزی که مشاهده کردیم اینه که کسانی که به دنبال تا گذر از یه وضعیت که بهش مثلا علاقه نداشتن یا چیز، دوباره به دنبال یه دیکتاتوری دیگه مثلا شروع کردن، نمیدونم دوباره جاوید شاهو نمیدونم فلان، که خیلی خوب دیپرسینگ. حالا من احساس میکنم شما به عنوان یه اندیشمند بزرگ وسط یه ریکامندیشن هایی داشته باشین، توصیه هایی داشته باشین که این مسیر رو در واقع یه توصیه‌ای بکنید که آیا شما مثلا میپسندید که خب این مسیر توسعه‌ای یا مثلا مدرنیته یا مسیر پیشرفتی که جامعه مثل جامعه ایران باید داشته باشه، این چه مسیری رو در واقع بهتر می‌بینید؟ فکر می‌کنم این برای اذهان ما خیلی چیز در واقع کمک کننده باشه، چون بعضی فکر می‌کنم مثلا تو علوم سیاسی ما اصلا یا توسعه سیاسی مثلا یا مدنی جامعه ما اصلا دموکراسی نمیتونه چیز داشته باشه، چیز مناسبی به درد ما نمیخوره. مثلا من این رو هم میشنوم و این منو به فکر فرو میبره که خب آیا این درسته یا اینکه یا ما دو تا علوم یا توسعه سیاسی داریم که مثلا دموکراسی به درد ما نمیخوره، مسیر دیگه‌ای رو باید بریم. من خیلی دوست دارم از این منظرم اگه شما در واقع نقطه نظری دارین من بشنوم. خیلی متشکرم. مرسی. والا خیلی انتظار بزرگی از بنده دارین، خیلی بار کلان و سنگینی به دوش من میگذارید. من یه معلم ساده هستم و چیزایی که به نظرم میاد خب عرض میکنم، امیدوارم به گوش بعضیا بره یا موجب تفکری و تأملی بشه، اما بیش از این هم انتظار ندارم. یعنی من نه تئوریسین اقتصادم نه تئوریسین سیاستم، هیچ کدوم اینا نیستم. اگر اندکی توانایی داشته باشم در زمینه‌های معرفت دینی و غیره است که اونها رو هم خب در جای خودش ابراز میکنم. ببینید من غرضم از این بحثا و حالا بعداً هم که انشاءالله وارد کتاب میشیم این هستش که غرض ما این نیستش که ما به این جایی برسیم که فرنگی‌ها رسیدن. من این رو در واقع حرف اصلی من این است که تاریخ لزوماً بهترین راه ممکن رو نرفته است. توجه میکنید ما هیچ دلیل نداریم برای اینکه تاریخ بهترین راه ممکن رو رفته. یه راهی رو رفته است، بله درسته، و از یه جایی هم آغاز شده. دفعه قبلم گفتم یه رویدادی است، یه دفعه مثل اینکه یه بادی، یه طوفانی وزیده و الان هم ما همینطور در آسایش. واقعا مارکس هم یه جایی میگه این مدرن مثل گردابیه، حالا نه به معنای مذموم کلمه، ولی بالاخره یه دفعه اتفاقی افتاده، طوفانی اومده و بر دریا وزیده، آب رو به حرکت در آورده و گرداب خیلی عظیمی پدید آمده و این اروپا در اون افتاده، بعدم آمریکا. اما اینکه آیا این حادثه لزوما حادثه خوبی بوده که رخ داده، به بهترین جا رسیده، اینا همون چیزایی است که من مایلم دربارش تأمل کنیم و دید انتقادی نسبت بهش داشته باشیم و داشتن این دید انتقادی ما رو کمک میکنه برای راهی رو که باید در پیش بگیریم. ببینید امروز متفکران بسیاری این نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم رو خیلی مورد انتقاد قرار میدن. یه خوبیایی داره ولی نظام مصرفیه، یعنی اگر من و شما مصرف زیاد نکنیم این سرمایه‌داری با این سود آوری کلان کلاپس میکنه، زمین میخوره. من و شما باید مصرف کنیم تا اینا تولید کنن و تولیدشون هم یعنی طبیعت رو بمکن و تفاله کنن. وقت بعد یه عده‌ای به نام حزب سبز درست میشن، روزه میخونن که وای طبیعت داره از بین میره. خب این نظام داره این کارو میکنه و این نظام پشتوانه سیاستی است و سیاست داخلی و خارجی است که اینا در پیش گرفتن که منابع دیگران رو هم بکشن و بیارن اینجا و از آن خودشون بکنن، نفت دیگران رو بیارن، گازشون رو بیارن، ذخایر معدن‌های مواد گرانبهاشون رو بیارن و این کارا رو دارن عملاً میکنن. من میخوام بگم این کارا یه فلسفه پشتشه، یه جهانبینی پشتشه، یه جوریه که اینا این کارو میکنن
یه فکری تو کله اینا هست و اینا رو بار آورده که نگاهشون به جهان این چنین شده که همه چیز مال ماست، باید به طرف خودمون بکشیم، ولو اینکه به هزینه رفاه ما دیگران بدبخت بشن، بمیرن، زجر و فقر و مشقت داشته باشن. این نگاه ما نباید پیدا کنیم. اگر این نگاه رو پیدا نکنیم، من فکر میکنم اون موقع مفهوم توسعه و خیلی چیزهای دیگه ما فرق خواهد کرد. من پیش بینی آینده نمیتونم بکنم که چه فرق، ولی مطمئنم فرق خواهد کرد، برای اینکه وقت ما نگاه مهربانتری به طبیعت خواهیم داشت، به آدمی خواهیم داشت و درک بهتری اساساً از سعادت خواهیم داشت. همه اینا عوض میشه. الان سعادت معناش همین شده که شما شغلی داشته باشین و یه درآمدی و یه کارت اعتباری و بخرین و همیشه مقروض باشین و بعد کار کنید که اون قرضاتون رو بدین. همین شده دیگه. یعنی واقعا یه چنین وضعیتی شده. ما غافلیم و اصلا من فکر نمی کنم که کسی بتونه اثبات کنه که بشر جدید سعادتمندتر و خوشبخت‌تر از بشر قدیمه. من حرفم نیست برگردیم به گذشته، امکان نداره ما برگردیم به گذشته، ولی میخوام بگم یه چنین حسابایی هم پیش خودمون نکنیم، یه چنین دستگلی واسه خودمون نفرستیم که بگیم که نه، واقعا ممکنه که بشر ظاهری داشته باشه امروز خیلی زیباتر و شهرها و همه اینا که میبینیم، اما معلوم نیستش که این تمدن اون بیماری که در درونش هست. شما نگاه کنید این تمدن مثلا تو همین قرن 20 خود 2 تا جنگ بزرگ آفرید دیگه. اینا از کجا در میاد و چرا اینجوری میشه؟ واقعا ما همش گذشتگان رو ملامت میکنیم، میگیم اینا خونریز بودن فلان، بعد گذشته والا این 2 تا جنگ اول جهانی و دوم جهانی روی تمام جنگ‌های گذشته رو سفید کرد. انقدر کشته داد، انقدر زخمی داد، انقدر ویرانی داد. اینا رو خب باید فکر کنیم چرا اینجوری شده. هم تو تصادفاً جنگ شد، خب نمیشه که. باید ما بدونیم که این چه مجموعه است که از دلش اینا میاد بیرون و خب اون نگاه باید عوض بشه، اون نگاه به تاریخ باید عوض بشه، اون نگاه به سعادت و پیشرفت باید عوض بشه، نگاه به انسان باید عوض بشه. خب من میدونم اینجا فلاسفه‌شون یه حرفای خیلی خوبی زدن. کانت میگفتش که یکی از اصول اخلاقش این بود که چی؟ انسان وسیله نیست، انسان غایت است. is end, is not means. خب این خیلی حرف مهمی بود. کی عمل کرد به این؟ حرفای خوبی هم زده شد اینجا، خود مفهوم حقوق انسان، اینا همه حرفای خوبی است. چرا اینا عمل نشد؟ چرا عالم بی عمل شدن؟ من میخوام بگم ما این نگاه رو اگر عوض کنیم به پیشرفت و به سعادت و به انسان و غیره، بعد این نسلی که با این اندیشه های این چیزی بار میان، وقت اینا خودشون راهو پیدا میکنن. یعنی لازم نیست کسی امروز بهشون میگه این راهو برید. کما اینکه اینجا هم همین اتفاق افتاده که یه فکری، ایده هایی تو ذهن ها جا گرفته، بعد عمل رو اونها راهنمایی کردن و این انسان جدید این چنین عمل کرده و جهان رو این چنین میبینه. حرف من این بود. بله. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خسته نباشین و عرض تسلیت دارم. خداوند انشالله بعد شما رو بیامرزه. خیلی ممنون. اهمیت علیه السلام محشور بشه. صدا خوب نیست، ببخشید، اکو داره. انشالله. ببخشید. خواهش. بهتر شد. بله انشالله که بله. با اهمیت اصلا محشور بشم و خداوند سلامتی برای شما صبر عطا کنه. صحبت از عقل شد. آنچه که من متوجه میشم، عقل وسیله اندازه‌گیری، وسیله مقایسه هستش در جهان بینی و بستر ادیان توحیدی. اینا هر کدوم ترازوهای، سنگ ترازوهای دارن برای این عقل که استفاده بکنن. به عنوان مثال در تشیع میشه ثقلین، میشه سنگ ترازوی عقل که ترازو حساب میشه. میخواستم بپرسم در بستر مدرنیته و متفکرین، اینا عقل رو ترازو میبینن، سنگ ترازو میبینن؟ اگه ترازوی سنگ ترازوش چیه؟ اگه سنگ ترازوی ترازوش کجاست؟ ممنون میشم یه توضیح بدید. بله خیلی سوال خوبی کردید. من در جواب شما یه شعر مولانا رو میخونم که خیلی هم شعر عالی است. میگوید هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد.
ترازو خودش یا ترازه یا ناترازه، یعنی با یه چیز دیگه. عقلم ترازوه، لذا خودش رو اجست میکنه. یعنی اینجوری نیستش که به بیرون از خودش، البته عقل منظور عقل جمعیه، حالا نه عقل فردی، به بیرون خودش احتیاجی نداره و توسلی نمیجوید. این تئوری مدرنیته اینه دیگه، اصلا همون قولی که از کانت نقل کردم که جرأت دانستن داشته باش، به عقل خودت تکیه کن، اتوریته‌ای نداشته باش و از جای دیگری نپرس و ببین که خودت به چه نتیجه‌ای میرسی. منظورشون اینه دیگه. بله، بنابراین پاسخ شما همون است که مولانای عزیز گفت. بله. منطقی هستش؟ منطق خودش یعنی عقل دیگه، دوباره یعنی دوباره همون میشه. بله. اجازه بدید. سلام علیکم. سلام. صدای من میاد؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. دست شما در نکنه آقای دکتر، با همه توضیحاتی که میدین من اول باید تشکر بکنم بابت صبر و حوصله‌ای که داریم به عنوان یک معلم و تکرار مکرراتی که میکنیم که مطلب در ما جا بیفته. یه سوالی دارم، البته خود سوال کمی مجهوله برای خودم ولی سعی میکنم به بهترین شکل بیانش بکنم. یکی از چیزایی که توی پاسخهای امروزتون هم بیان شد این که انگار ما باید دانه‌ای رو بکاریم و امید داشته باشیم که این دانه در آینده ثمرات جدیدی بده و این گویی که ما حتی بیشتر باید برای تربیت کودکان و نوجوانان وقت بذاریم حتی تا بزرگسالان و یاد بدیم بهشون. یکی از چیزایی که خیلی من توی جامعه می‌بینم و واقعا سوال برام اینه که وقتی که کریتیکال تینکینگ یا همون عقل نقد گرایی رو می‌خوایم به بچه‌ها یاد بدیم، با یک تبر علمی ریشش زده میشه. یعنی خود نقدگرایی انگار وصل فقط به یک علمی که عددیه و به اون قسمت‌های کمی خیلی توجهی نمی‌کنه. برای اینکه من چجوری میتونم این حالتی که ما بتونیم نقد کنیم ولی همچنان کمیت و کیفیت رو با هم در نظر بگیریم، هنوز برام سواله که اینو چجوری به بچه‌های امروز یا اصلا کلاً آدم‌های امروز یاد بدیم، چون انگار تو نتونی ثابت بکنی چیزی رو نمیتونی هم نقدگرایی رو درس بدی بهشون و این انگار دو تا موضوعش همزمان با هم دیگه به کار برده نمیشه. اگر توضیح در این باره بدیم و راحتی بدیم، چون مثلا حتی من خیلی وقتا فکر می‌کنم که لایف استایل دینی همونطوری که تو کتاب دین عقلی و اقلی شما هست، این لایف استایل دینی رو وارد بکنیم و یک در واقع انوایرمنت بهتری برای پرورش تولید بکنیم. ولی انقدر حجم حمله به زندگی دینی این روزها بالاست اصلا نمیتونه مطرح کرد و انگار از یک راه دیگه‌ای هم باید وارد بشه. حالا اگه هر سرونتی اینجا به من بدین خیلی ممنون می‌شم. بله خیلی ممنونم از شما. والا اتفاقا من میخواستم به شما عرض بکنم که به هر حال غایت جهد من این بود که در کتاب دستگفتارهای دینداری عقلی و اقلی نظر خودم رو بیارم، همراه با البته یه دوست روانشناسی که متخصص علوم تربیتی بود که تا حدی که برای ما دوتا ممکن بود این نکته رو باز کنیم و بتونیم سوالات رو جواب بدیم و راهی رو بگشاییم. حالا اگر شما میفرمایید که حمله ها خیلی زیاده، منظورتون این که شبهه ها زیاده، سوال ها خیلی زیاده. حالا در اون کتاب من البته نکوشیدم به همه سوالات جواب بدم. خب ما یه چارچوبایی رو اونجا معرفی کردیم ولی بندم واقفم سوال ها که حد و نهایت نداره که خب این سوالا رو جواب بدین، فردا سوالات تازه پیش میاد. جهان ماست به قول شما کریتیکال تینکینگ اینجا کار میکنه، یعنی عقل نقاد رو ما باید تقویت کنیم، باید تربیت کنیم، از سوال و از شبهه هم نباید بترسیم و خودمون هم باید مجهز کنیم برای اینکه اونها رو باید یادمون باشه که جوانها همیشه هر سوالی رو در هر سنی جواب نمیشه داد. بستگی داره به پخته تر شدن، بزرگتر شدن، رشد عقلی بیشتر یافتن. ممکنه جوانی نوجوانی سوالی بکنه ولی خودش متوجه نباشه، باید بهش گفت که بذار
این مثلا 1 سال دیگه 2 سال دیگه یه همچی چیزی، هر چیزی در جای خودش باید پاسخ داد. در این حال خب بله، پدر مادر باید خودشون آماده کنن، معلم‌ها مربی‌ها باید خودشون آماده کنن، اما دست از عقل نقاد نباید برداشت. یکی از مفاهیمی که از مسائل عقل نقاد همینه که عقل خودش رو نقادی کنه، یعنی که در جهان جدید هم خواهیم مطرح، یعنی اینکه محدودیت‌های من تا کجاست و اصلا چه سوالایی رو من میتونم جواب بدم، کدوم رو نمیتونم جواب بدم و امثال ذالک. اینا رو هم باید همیشه آدم مد نظر داشته باشه. بعد دیگه بقیه‌اش هم باید بره تکمیل کنه. اگر شما مورد خاصی رو در نظر دارید بگید، ولی اگر به طور کلی مسئله رو مطرح میکنید، پاسخ من همین است که عرض کردم براتون. خیلی ممنون. نه به صورت خاص چیزی رو الان در مد نظرم نیست که بتونم بگم، ولی واقعیتش اینه که هر بار که اصلا بحث از یک لایف استایل دینی میشه، حالا اصلا چه بچه‌ها چه پدر مادرها اصلا زیر بار این لایف استایل نمیشن. حتی من از مثال‌هایی که شما توی اون کتاب استفاده کردین به عنوان اینکه مثلا فرض کنیم ما جزو مجموعه فارسی زبانان هستیم، خب چرا جزو مجموعه دیگه‌ای به نام دینداران نباشیم و اونطوری زندگی بکنیم؟ اصلا زیر بار نمیرن، یعنی اصلا راه ورودی نیست احساس میکنن و اون اینجا برای من خیلی سوال بود که اینا آدم‌های بدی نیستن، ولی یه انگار ترامای عجیبی از دین و دینداری بهشون حالا به آدم‌ها وارد شده، اصلا ورود نمیشه کرد و انگار که اون قسمتی از فکر نقاد که نیازمند یک هویت دینی هست که آدم کاش انگار جای سفتی باشه و بعد بتونه قدم‌های دیگه اصلا تولید نمیشه و تنها جایی که آدم ها حاضرن پا بذارن روی همین علم، حالا فیزیک، ریاضی یا همین این دست علم هاست. خب ببینید، من گفتم ما باید یادمون باشه ما تو جهان جدید غریبه ایم، یعنی دینداران به هر حال خونه ظاهرا ساکنان دیگری داره و ماها تو حاشیه زندگی میکنیم، لذا نباید تعجب کنیم از اینکه سخن ما مشتریان زیادی نداره و خیلی ها ممکنه بگریزند یا بی‌اعتنا باشند و اهتمامی نورزند و توجهی نه. این یه چیزیست که ما آلردی باید در نظر داشته باشیم و انتظاراتمون رو تصحیح کنیم. بله من قبول دارم عقلانیت جدید رو همین تفکر علمی ردوکسیونیست فرا گرفته و خیلی سخت به کسی میشه قبولوند که این همه چیز نیست و در اینجا باید به امور دیگه هم توجه کرد. خیلی خیلی دشواره و خب علمم البته حقم داره، پرستیژ زیادی داره، ولی خب بعضی ها پاشون از گلیم خودشون دراز میکنن، علم ناشناسی میکنن. توضیح همه اینها هم در سنین نوجوانی برای جوانهای ما مشکله. اون لایف استایل اون خیلی مهمه، یعنی ماها خودمون که عمدتاً دین داریم برای اینکه با یه زندگی دیندارانه بزرگ شدیم، با استدلال دیندار نشدیم. هر کسی یعنی همینطوره با استدلال نیست، یعنی جوانی ما، کودکی ما تعیین کننده آینده ماست. اون فضا اگر نباشه که خب متاسفانه الان نیست یا خیلی ضعیفه، از نتایجش هم ما برخوردار نخواهیم شد و این نکته درسته. حالا مثلا اگر این بچه مدرسه‌ای بره که تو مدرسه به شیوه خیلی صحیحی این نکات رو بیاموزانند یا اصلا بدل کنند به زندگیش یا خانواده‌ای باشه، رفقایی داشته باشه، و ایناست دیگه. یعنی ابتدای امر اصلا استدلال و نقادی و عقلانیت در کار نیست. در نوجوان بیشتر مقلد است و نگاه کننده‌ای به دست دیگران و تأثیر پذیر از دیگران و تازه عقل شکل میگیره، هنوز مثلا عقلانیت مستقلی نداره که داوری بکنه. بعد هاست که میتونه مراجعه کنه و از سرمایه‌های عقلیش استفاده بکنه. علی حال مسیر پیچیده است، من با شما موافقم و یه جاهایی ممکنه ما ناکام بمونیم، یعنی عملاً به نتیجه نرسیم. بله. سلام استاد، خیلی ممنون، متشکر. من تا امروز اینجوری که فهمیده بودم مدرنیزه رو میگفتن که تسلط بر طبیعت و پست مدرنیزم یعنی تغییر
طبیعت به اون جوری که انسان ها میخوان. مثلا پست مدرنیسم میبود که کسی از دماغش خوشش نمیاد میره عوض میکنه، یا از چیزش خوش نمیاد اونو تغییر میده. این میشه پست، یعنی که طبیعت رو تغییر میده به اون جوری که دلخواهشه، مثل ژنتیک انجینیرینگ یا تغییراتی که در طبیعت. حالا این چیزایی که شما توضیح دادین یه مقدار فرق کرد 2 مرتبه با استنباط من. حالا بله. توضیح. والا خب من تشخیص خودم رو گفتم دیگه. حالا میتونم چند هم کتاب معرفی کنم خدمتتون که پست مدرنیسم رو، مثلا کتابای لیوتار نمیدونم خیلی هست، زیاد نوشته شده در این باب که اصلا وضعیت پست مدرن یعنی چی. ولی اون جمله‌ای رو که از ریچارد رورتی نقل کردم به نظر من گویاست، اینکه در پست مدرنیسم هیچ خدایی وجود نداره، یعنی هیچ ترازویی، هیچ معیاری، عقل نیست، خدا هم نیست و یعنی عقل هم متکثر شده، یعنی عقلانیت‌های مختلف داریم و اینها، و به همین دلیل رسانه‌های مدرنیت‌های مختلف داریم، هنرهای مختلف داریم، فرهنگ‌های مختلف داریم. همه این فرهنگ‌ها رو هم باید به رسمیت شناخت، یعنی نباید گفت همه فرهنگ‌ها باید یک فرهنگ بشن، همه موسیقی‌ها باید یه جور بشن. و از همین تکثر، قبول تکثر، این تو پست مدرنیسمه. یعنی این در مدرنیسم نبود، الان مطرح بله مدرنیسم اونطوری که خیلی ها میفهمیدن مخصوصا تو جهان سوم این بود که همه چیزمون باید مثل جهان مدرن غربی بشه. یادتونه دیگه تقی‌زاده در ایران این جملهش خیلی مشهور بود دیگه، بعدن خودش پس گرفت، گفت ما باید از فرق سر تا نوک انگشت پا غربی بشویم. همه چیزمون، خب یه عده‌ای که اومدن ترک‌ها مگه نبود زبانشون رو چیز کردن، الفباشون رو عوض کردن، همین بود دیگه. در واقع پست مدرنیسم حرفش این بود، یعنی این تشخیص که آقا زبان ما، موسیقی ما، فرهنگ ما، دین ما، نه اینکه دین ما مثل اینا بشه، فرهنگ ما مثل اینا بشه، موسیقیمون مال اینا بهتر از ماست. ما بهتر و بدتری نداریم، اینا همشون اصالت دارن، هر کی برای خودش. این پست مدرنیسم اینش خیلی خوبه. منتها از کنارش البته چیزای ناجورم در اومد، ولی در این که به کثرت و به تکثر احترام میذاره و اینکه ما چند فرهنگ داریم. اینجوری نیست که یک فرهنگ خوب داشته باشیم بقیه بعد خودشون رو به اون برسونن. این همون اون مفهوم انحطاط اینا همش همینه. یه فرهنگ خوب داریم یا یه زبان خوب داریم. خب قبل دیدن که بعضی بچه‌هاشون فارسی یاد نمیدونن، مثلا زبان انگلیسی یاد بگیرن، زبان اینا همین بود دیگه. این تصورات باطل متاسفانه، و اینا رو بعد انحطاط اسمشو گذاشت. انحطاط گذاشت که ما تشبه به غربی، تشبه به فرنگی از هر جهتی که میشه، حالا در لباس پوشیدن، در کم کم در تفکره، یعنی جهان رو اونجوری ببینیم که اونا میبینن. خب چرا؟ ما خودمونم بینشی داریم، خودمونم فرهنگی داریم، خودمونم زبانی داریم. واقعا به نظر من اون قنایی که سنت ما داره کم نیست، خیلی هم زیاده. این پست مدرنیسم به این نکته ها خیلی خوب توجه کرده. یه کلونل آمریکایی داشت صحبت میکرد، دقیقاً همینو میگفت آمریکا و غرب تا تونسته به ایران ضربه زده تمام تاریخ، ولی نمیدونم چرا ایرانی‌ها همش باز دارن برمیگردن به غرب و بخوان غربی بشن. گفت هیچ گونه انصافی نداشته برای اینها، ولی باز همین ایرانی‌ها میخوان بیان به دامن غرب. اینو میگفت که من نمیتونم بفهمم. جک استرا که زمان تونی بلر وزیر خارجه بود و به ایران هم دوباره اومد، یه حرف خوبی زد، میگفت از میون تمام ملل تنها ایرانی‌ها هستن که فکر میکنن ما هنوز یک سوپر پاوریم. برای اینکه تو ایران هر کاری میشه میگن کار انگلیساست. میگفت از میون همه ایرانی‌ها هنوز این فکر رو میکنن. بله دیگه متاسفانه. خیلی ممنون از دوستان، متشکرم، سپاسگزاریم از همگان. خدا حافظ.